سلام، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. امروز میخوام بهت متفاوت ترین فال قرآن رو بگم. از کسی داری میشنوی که خودش تفسیر قرآن بلده و بالای 10 سال تفعال قرآن انجام میده. پس هرچی تا حالا شنیدی بریز دور. در ادامه ویدیو با من همراه باش. بهت قول میدم که حداقل 10 تا از چیزایی که میگم برات پیش میاد. یعنی یه فال مفصل به صورت ماه به ماه قراره براتون بگم. این ویدیو رو لایک کن و بعد از 20 روز بیا گوش بده و این فال تو رو تا 2 ماه بی نیاز میکنه. برای فروردین ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. چشم و نظر روی شما زیاده. صدقه دادن رو فراموش نکن. یه تماس خوشحال کننده و پرمنفعت روی زمان 6 براتون میبینم. ارتقای شغلی یا اشتغال تو شغل و پست مورد علاقت برات افتاده. دارم میبینم تو تنهایی به سر میبری. این تنهایی بیشتر مربوط به افکارتونه. خودتون رو تنها و کلافه احساس میکنین. انگار دست و پاتون بسته شده و نمیتونید کاری که میخواید رو انجام بدید. در یک حصار کاری، زندگی، مالی و عاطفی قرار گرفتین و بعضی از افراد خانواده در زمینهای مختلف به شما فشار میارن و یه جورایی اعصابتون رو به هم میریزن. باید عاقلانه برخورد کنید و خونسرد باشید. با لجبازی و توهین و داد و بیداد کردن کاری از پیش نمیبرین. پس کمتر حرف بزنید و بیشتر فکر کنید. میتونید از همین حالا خودتون رو تغییر بدین. توی روابط احساسیتون آشتی، بیرون رفتن و دیدار دارید. به زودی یه آزمون سختی رو با موفقیت پشت سر میذارین. در کاری برنده و موفق میشین. روزهای عالی در پیش دارین که با تغییرات مثبت همراه شماست. در کاری سرمایه گذاری میکنین که براتون خوبه. خرید و فروش ماشین انجام میدین. آرزویی داری که تا عملی شدنش چیزی نمونده برات. توی این هفته فکرتون پریشونه و احساس دلتنگی میکنین و یا در مورد موضوع احساس عذاب وجدان دارید. تا 7 وعده دیگه چیزی که از شما دزدیده شده پیدا میشه و یا عشقتون که رفته برمیگرده. معجزه بزرگ به زودی براتون رخ میده. تا 5 وعده دیگه ملاقات و دیدار با کسی که مدت هاست اونو ندیدین براتون اتفاق میفته. ازدواج برای خودتون اگه مجرد هستین یا یکی از نزدیکانتون دیده میشه. توی روابط احساسیتون دوست داشتنتون 2 طرفه هستش و به شما وفاداره، ولی توی روابطتون دچار دودلی شدین. اگه قهرین، آشتی دارین. اگه میخواید آرزوتون برآورده بشه کد 336 رو برامون کامنت بذارین. برای اردیبهشت ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. یه گنج بزرگ وارد زندگیتون میشه، یا مادی یا معنوی، ولی زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنه. خدا بهت رو کرده. کسی که عاشقش هستی تا همیشه کنارت میمونه. خاطراتی از دورانی خوب تو ذهنتون نقش بسته و یا دوست داشتنی که مربوط به زمان قبل هست. به زودی با دوستی ملاقات خواهید کرد که باعث آرامش و شادی شما میشه. دریافت هدیه بین شما و شخصی رد و بدل میشه. اگر با کسی و یا عشقتون قهر هستید و یا ترکتون کرده، آشتی دوباره به سمتتون داره. گفتگو با کسی که دوستش دارین باعث خوشحالیتون میشه. توی روابط احساسیتون ازتون دلخوره و بهتون پشت کرده. فکرش درگیره و کاراش به هم ریخته، ولی بهتون فکر میکنه. مسافرت و یا مهمونی براتون میبینم. خبر خوش و یا هدیه‌ای دریافت میکنید. توی روابط احساسیتون با عشقتون دیدار دارین. کمی به خودتون استراحت بدین و گشت و گذار برین. تصمیمت راجع به سفر یا مهاجرت به خوبی پیش میره. آرزوی قلبیت برآورده میشه که بابتش خدا رو شکر میکنی. توی این هفته بلا تکلیف هستی و احساس میکنی هیچ وقت پیشرفتی در حل مسائل و یا عشقیتون ندارین.
شرایط سختی دارین و در دوراهی و دودلی قرار گرفتین. صبور باشین و تمرکز داشته باشین و اوضاع رو تو دستتون بگیرین تا 2 وعده زمانی دیگه اوضاع زندگی، کاری، مالی و عشقی بر وفق مرادتون پیش میره، به شرط اون که ناامید نشین و تلاشتون رو بیشتر از قبل کنین. سفر خوبی رو در پیش دارین، حل مشکلات، امضای سند و یا قرارداد براتون میبینم. تو روابط احساسیتون دوست داشتنتون 2 طرفه است و از طرفش یه تماس خوشحال کننده دارین. اگر میخوای آرزوت برآورده بشه کد 557 رو برامون کامنت بذارین. برای خرداد ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. ایده‌ای داری که بهتر شک به دلت راه ندهی و عملیش کنی، چون 100% موفقیت و برد برات داره. استرس رو از خودت دور کن. اخبار خوشی در زمینهای مختلف دریافت میکنی. اگر مجرد هستین و یا مجردی در خانواده دارین، به زودی در خانه مجلس شادی، خواستگاری و یا نامزدی در پیشه. موفقیت در مورد یک کار و یا کار گروهی که همکاری میکنین براتون اتفاق میفته. در یک دوره همی با دوستاتون شرکت میکنین. یک جمع 4-5 نفره. توی روابط احساسیتون دلتنگی 2 طرفه و سورپرایز دارید. برای مجردین تا 9 وعده دیگه شخصی به قصد ازدواج وارد زندگیتون میشه. پول قابل توجهی به دستتون میرسه. به یه خوشگذرونی میرین. با کسی که دوستش دارین دیدار دارین. تا 4 وعده دیگه کارات رو غلطک میفته و به زودی از رنج و نگرانی هایی که داری رها میشی. پس خیالتون راحت و آسوده باشه. توی این هفته یک خبر، یک تماس خوشحال کننده دریافت میکنی. پول قابل توجهی به زودی به دستتون میرسه. اگر خواسته و حاجتی دارین که برآورده نشده نگران نباشین. در اوج ناامیدی مثل معجزه برآورده میشه. فقط یکم زمان نیاز داره. رفتن به یک مهمونی یا دوره همی دوستانه براتون دیده میشه. یک تصمیمی که برای برنامه‌ریزی در زندگی و روابط احساسی در خانواده و عشقتون دارید رو باید جدی بگیرید. معجزه بزرگ از طرف خدا براتون رخ میده. توی روابط احساسیتون دوست داشتنتون 2 طرفه است، ولی شخصی که از دوست داشتن شما 2 نفر اطلاع داره قصد داره بینتون فاصله بندازه. مراقب باشید. برای حاجت روایی کد 888 رو برامون کامنت بذارین. برای تیر ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا. تلاشات به ثمر میشینه و تو نتیجه زحماتت رو میبینی. فقط عجله نکن و کمی صبور باش. حواست باشه که به داشتهات مغرور نشی تا خدا فراوانی رو وارد زندگیتون کنه. یه تغییر بزرگ مالی در راهی که با خودش کلی نعمت و ثروت وارد زندگیت میکنه. دلتنگ شخصی هستین که در حال حاضر کنارتون نیست. از لحاظ مالی و کاری و خانواده دچار مشکلاتی و تنگناهایی شدین. احساس رنج و ناراحتی میکنین. پولی رو از دست دادین یا ورشکست شدین و یا پولی طلب دارین که دچار درگیری و فکری کرده شما رو. مسائل مالیتون تا 6 وعده آینده برطرف میشه و حقتون رو دریافت میکنین. توی روابط احساسیتون رابطه سرد و یا محدودیت دارین که برطرف میشه. از طرف آقای مثل پدر و یا برادرتون پولی رو دریافت میکنین. توی روابط احساسیتون رابطتون گرمتر میشه. برای خانم‌های مجرد پیشنهاد ازدواج از طرف آقایی که وضع مالی خوبی داره میبینم. شخصی مثل مادر و یا خواهرتون ازتون حمایت مالی میکنه. با شخصی اختلاف سلیقه و یا اختلاف نظر دارین که آزارت میده. بهتره باهاش درگیر نشی و رهاش کنی. توی این هفته خودتون رو آماده کنین برای یک پیشرفت و موفقیت و پیروزی بزرگ. اگر قصد خرید وسیله‌ای برای منزلتون دارین پولش مهیا میشه. به واسطه شخصی مرد میانسال در نزدیکی شما که کار قانونی داره ازش کمک بخواید. یه خوشحالی و یک اتفاق خوب براتون دیده میشه. شخصی بهتون قولی داده که 100% بهش عمل میکنه. کار دادگاهی دارین که موفقیت براتون دیده میشه. یک معجزه کوچیک در راه دارین. توی روابط احساسیتون شک و تردید به وجود اومده، ولی به زودی از طرف شکل ابراز علاقه خوبی دریافت میکنید. بر اینکه انرژیتون
در فال قرار بگیره و حاجت روایی کد 740 رو برامون کامنت بذارین. برای مرداد ماهی‌های عزیز، دعاهای خیر زیادی پشت سرته که دعاهای یک خانم توش مقبول افتاده و تا 5 وعده دیگه به مراد دلت میرسی. یادت باشه صبر و مقاومت داشته باشی، چون کلید موفقیت تو همینه. پولی به دستتون میرسه که این پول به نوعی حق شماست و یا ارثیه‌ای هست و یا حمایت مالی که از طرف پدر و یا مرد میان سالی دریافت میکنین. گشایشی در کارهاتون دیده میشه که باعث تغییر و تحول تو زندگیتون میشه. فرصت‌هایی در برابرتون قرار میگیره که اگر درست استفاده کنین موقعیت خوبی نصیبتون میشه. خانم‌های متولد این ماه آقای دوستتون داره و بهتون فکر میکنه. تو روابط احساسیتون بهتون وفادار، دوستتون داره. تماس و یا پیامی از طرف آقای خوشحالتون میکنه. مشکلات مالیتون در حال حل شدنه. به یه مسافرت میرید، یک مهمانی رو ترتیب میدید و یا به مهمانی میرید. شخصی از گذشته به سمتت میاد و بینتون صلح برقرار میکنه. یه جلسه کاری در پیش داری که عالی پیش میره. توی این هفته غم و اندوهی داری که باعث اشک ریختن شما شده یا خیانتی دیدین که باعث آزردگی خاطرتون شده. توی روابطتون با عشقتون یا همسرتون مشکلات عشقی دارین، ولی به زودی تا 3 وعده زمانی دیگه حل میشه و یا آسیب‌های رابطه شما جبران میشه. قدرت و اراده شما بی‌نظیره. به یک مهمونی دعوت میشین، تلفن و یا دیدار دارین با کسی که دوستش دارین. اگر مجرد هستین پیشنهاد ازدواج دارین. توی روابط احساسیتون اگه بهتون پشت کرده به خاطر اینه که ازتون دلخوره، ولی 100% بهتون فکر میکنه. برای حاجت روایی کد 520 رو برامون کامنت بذارین. برای شهریور ماهی‌های عزیز، اتفاقات عجیبی برات رخ میده که باعث شادی همه خانواده میشه و تو همه اینها رو مدیون تصمیمات درست و تدبیر خودت هستی. نعمت و مال درشتی تا 7 وعده دیگه به سمتت میاد. این روزا مراحل سختی رو داری میگذرونی. یه جور به هم ریختگی توی کار یا در زمینه احساسی داری. به زودی سختی ها رو پشت سر میذاری، از این مرحله سخت عبور میکنی و شخصی در این زمینه با کمک‌هایی که به شما میکنه تأثیر مثبت زیادی تو راه رسیدن به موفقیت شما داره. اگر کار قانونی و دادگاهی یا اداری دارین و منتظر حکم یا جواب و نتیجه هستین، به نفع شما حکم داده میشه. شخصی که متولد شهریور، دی و مهر هست توی زندگیتون نقش مهمی داره و اخبار خوبی از طرفش دریافت میکنین. پولی که میتونه مثل وام قرعه کشی باشه به دستتون میرسه. توی روابط احساسیتون دلتنگی 2 طرفه همراه با فاصله بین هم دارید. اگه نظری دارید حتما حاجت روا میشین. به یه سفر دریایی میرین. موقعیت خوبی در کارتون براتون پیش میاد. شخص احساسیتون دوستتون داره و با قولی که بهتون داده عمل میکنه. از موضوعی ترس تو دلتونه. نباید نگران باشین چون قرار نیست اتفاق بیفته. از یک دوست به یک مهمانی دعوت میشی. توی این هفته پولی دستتون میاد که با این پول بدهی یا نیازی رو برآورده میکنی. یک دوره همی دعوت میشین که این دوره همی برای روحیه شما عالیه. برای رسیدن به هدفتون به یک سفر میرین و برای آیندهتون با یک روحیه شاد تصمیم گیری میکنید. خشم و عصبانیتتون رو باید کنترل کنید تا موجب ناراحتی کسی نشید. تغییرات و تحولات عالی تو زندگیتون اتفاق میفته. هدیه و یا خبر خوشی دریافت میکنین. توی روابط احساسیتون ممکنه حرفی بهتون بزنه که ناراحتتون کنه و دیدارتون به تأخیر بیفته، ولی دوست داشتنتون 2 طرف است. برای حاجت روایی کد 740 رو برامون کامنت بذارین. برای مهر ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای پرتلاطمی رو میگذرونی. به خدا توکل کن و امیدوار باش، چون بعد از هر سختی آسونی میبینم. ستاره بخت و اقبالت میدرخشه و فالت بسیار فرخنده است. شادی و پایکوبی برات افتاده.
خودتون رو یکم تنها میبینین، به احساس خستگی و سنگینی میکنین. تلاشتون زیاده و گاهی به خاطر بعضی مشکلات احساس ناراحتی و دلتنگی میکنید. موفقیت و پیروزی به زودی نصیبتون میشه. شما دارید از موانع سخت عبور میکنید و به زودی دریچه از نور و روشنایی به زندگیتون طلوع میکنه. به استراحت و وقت خوابتون اهمیت بیشتری بدین. توی روابط احساسیتون دوست داشتنتون دو طرف است و به زودی خبر خوبی دریافت میکنید. موقعیت مالی خوبی دارن براتون میبینن. یک کادویی رو از طرف یکی از نزدیکان دریافت میکنی. در کار و یا تحصیلتون خانمی کمکتون میکنه. مسائلی باعث خوشحالیتون میشه. به زودی شاه کلید موفقیت تو دستتون قرار میگیره. یک پیشنهاد کاری که براتون خوب هست و از لحاظ مالی باعث پیشرفتتون میشه براتون اتفاق میفته. آقای دوستتون داره و برای شما احساس دلتنگی میکنه، ولی انگار شما نسبت به این آقا بی‌توجهی دارید. 100% براتون حاجت روایی افتاده. به خواسته و مرادتون میرسین. تو این هفته یک خبر خوش و خوشحالی در پیش دارین. مسافرت و یا مسافر از راه دور دارین. شخصی رو دوست دارید که این دوست داشتن دو طرفه هست. توی روابط احساسیتون براتون یک رابطه گرم همراه با دیدار دیده میشه. برای حاجت روایی کد 111 رو برامون کامنت بذارین. برای آبا ماهیای عزیز، مشکلی داری که امیدواری همه چیز درست بشه و دست غیبی تو رو نجات بده. حاجتت برآورده میشه و یک نفر آقا میان سال به کمک شما میاد. پولی که منتظرش هستی شاید کمی سخت و دیر به دستت میرسه و سختی‌هات رو جبران میکنه. درگیر مشکلی هستی که بیشتر فکرتون رو مشغول کرده و برای حل شدنش دست به دعا هستید و یا نظری در این زمینه کردین. 100% حاجت روایی براتون دیده میشه. در بعضی زمینه ها اول خودتون رو باید پاکسازی کنین تا لیاقت برآورده شدن حاجتتون رو داشته باشید. ناامید نباشید و به خدا نزدیکتر بشید و ایمانتون رو قوی کنین. توی روابط احساسیتون رابطه خوبی دارید، یعنی دوست داشتنتون دو طرف است. اگر معایب خودتون رو برطرف کنید و دست از لجبازی و اشاره کردن بردارید، مطمئن باشید رابطه محکمتری دارید. تا 3 وعده دیگه یه تماسی از طرف کسی که دوستش دارین دریافت میکنید. شخصی دورادور حواسش بهت هست و چکت میکنه. پولی از طرف مردی به دستت میرسه. با عشقتون دیدار دارید. سمت دعا و جادو نرید، برات نتیجه عکس داره. کاری رو شروع میکنی که توش موفقیت داری. از لحاظ مالی به یک استقلال و درآمدزایی میرسی و اگر شاغل هستین افزایش حقوق و مزایا دارین. قرض و بدهی هایی دارین که 100% پرداخت میشه. آقای دوستتون داره ولی بینتون ناراحتی پیش اومده. این هفته خبر خوش از طرف دوستی دریافت میکنید. آینده درخشانی دارید. سرشار از سلامتی و شادی تا 9 وعده زمانی دیگه براتون هست. وضعیت مالی خوبی براتون دیده میشه. توی روابط احساسیتون دوستتون داره و بهتون فکر میکنه. همدیگر رو دوست دارید ولی بحثی بینتون پیش اومده که از هم دلخورید، ولی به زودی رفع میشه. برای حاجت روایی کد 555 رو برامون کامنت بذارین. برای آذر ماهی های عزیز، بسم الله الرحمن. خیالاتی که تو سرداری رو عملی کن، چون از اینجا به بعد زندگیت خوشی و فراوانی در پیش داری. فقط یادت باشه کلید خوشبختیت فقط توکل به خدا و رفتن به راه راسته. مشکلی داری و یا در مسیر ازدواج و یا رابطه احساسیتون دچار مشکل و یا ناامیدی شدین که تا 6 وعده دیگه حل میشه. پول بزرگی مثل ارث و یا طلب تا 6 وعده آینده به شما میرسه. همچنین دریافت سند و یا حکم یا نتیجه‌ای که منتظرش بودین دریافت میکنین. بهتر بیشتر روی رفتارتون کنترل داشته باشین. باعث رنجش شخصی شدین، بهتر از دلش در بیارین. توی روابط احساسیتون بهتون وفاداره و دوستتون داره و در انتظار آغوش گرفتن شماست. آرزویی داری که حتما بهش میرسی. کسی رو که دوستش داری تا 2 وعده دیگه ملاقات میکنی. یه مسافرت به راه دور میری. اوضاع مالیت بهتر میشه. ستاره اقبال بهت رو میکنه و شاهد تحولات عالی میشی. گاهی با اطرافیانت شوخی میکنی که اونا رو میرنجونی. سعی کن این اخلاقت رو اصلاح کنی. اگر تنها هستی و رابطه‌ای نداری، به زودی در یک رابطه عشقی قرار میگیری. شما آدم خوشنیتی هستین.
البته در عین خوشنیتی کمی لجباز هم هستین، قوی و اراده محکم دارین و بلند پروازین. یک تماس خوشحال کننده دریافت میکنین. تو این هفته امکان مسافرت براتون فراهم میشه، به خواسته قلبیتون حتما میرسین. راه براتون روشن و بازه. نظر و نیازایی کردین که برآورده میشه. به واسطه شخصی آرزوتون برآورده میشه. توی روابط احساسیتون قهر و فاصله افتاده. ممکنه غمگین شده باشین ولی دیدار دارین. برای حاجت روایی کد 777 رو برامون کامنت بزنید. برای دی ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. تو دلت غمی داری و با اون زندگی میکنی، ولی بدون تو زندگی همه چیز گذرا. زندگی رو هر جور بگیری همون جور پیش میره. یه تحول عظیم تو زندگیت اتفاق میفته که هم برکت مالی زیادی برات داره و شادی و آرامش به همراه داره. به خاطر مسائل و مشکلاتی تو دورانی هستی، درگیری های فکری و انرژی هایی که منفی هستن و مرتب به ذهنتون هجوم میارن، از زندگیتون دورش کنین. دلتنگی نسبت به شخصی شما رو اذیت میکنه. به هر حال مشکلات یکی یکی در حال رفع شدنه. مهم اینه که روحیتون رو نبازید و به خودتون اعتماد و ایمان داشته باشید. کم کم روشنایی به سمت شما میاد، به شرط اون که دست به زانوتون بزنین و دوباره بلند بشین. به هر کسی رازتون رو نگین، علیه خودتون بعدها استفاده میشه. تولد فرزندی در راه دارید. ممکنه برای خودتون و یا اعضای خانواده‌تون خبر بارداری به گوشتون میرسه. تو روابط احساسیتون از طرفش تلفن و دیدار دارین. یه سفر در هفته‌های آینده برات در پیشه. توی مسائل کاری تغییرات خوبی داری. در مورد کارتون یه شانس دوباره بهتون رو میکنه. مرد جوانی دوستتون داره و تو مسئله‌ای که درگیرش هستین کمکتون میکنه. روی یک تصمیم مهمی که میگیری موفقیت داری. تو این هفته به خاطر شرایط نامطلوبی که براتون ایجاد شده، دست و پاتون بسته شده و نمیتونید درست تصمیم بگیرید. احساس ترس از این شرایط رو دارید. افسوس اشتباهاتی رو میخورید که تو مسائل زندگی یا کاری و یا مالی و یا احساسی یا عاطفیتون بوده، که تا 8 وعده زمانی دیگه شروعی دوباره و آرامش و رهایی از این مشکلات رو دارین. تغییرات مهم و مثبت در پیش دارین. به زودی از بلا تکلیفی نجات پیدا میکنید. شخص احساسیتون دوست داره بهتون زنگ بزنه بینتون و این رابطه رو گرمتر کنه، ولی به خاطر مسائلی که داره ممکنه بدقولی کنه. برای حاجت روایی کد 777 رو برامون کامنت بذارین. برای بهمن ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرصت عالی برات پیش میاد. تمام و کمال ازش استفاده کن. به زیر دستات توجه کن و هواشون رو داشته باش، چون در عوضش خدا چند برابر بهت توجه میکنه. امید داشته باش و به آینده زندگیت امیدوار باش، چون که بر وفق مرادت پیش میره. شما بیشتر از هر چیزی باید شکرگزار خدا باشین، چون خداوند نگاه خاصی نسبت به شما داره و شما رو از خطر و ناراحتی دور میکنه. ولی این به این معنا نیست که هر کاری که بخواید انجام بدید باید برای کارهایی که میکنید راه درست و تصمیم و انتخاب درست داشته باشین. در هر کاری که میکنید، حتی اگر اون کار خیر و خداپسنده، باز هم زیاده روی نکنید. حد تعادل داشتن بهترین و مهمترین رکن موفقیت شماست. شما از چشم بد به دور هستین و توی روابط احساسیتون بحث و دلخوری دو طرفه دارید. البته کوتاه مدت هست، ولی دلخوری شما از عشقتون بیشتره. اگر بیکار هستین، تا 7 وعده دیگه یه شغل خوب و تازه پیدا میکنید. خوشحالی بزرگ در انتظارتونه. اتفاق عالی در مورد موضوعی براتون در حال رقم خوردنه. برای متأهلین یه شادی میبینم. شروع کسب و کار برات دیده میشه که توش موفقیت برات هست. امضای ثبتی و یا سندی در پیش داری. مشکلی داری که براتون حل میشه. در گذشته روزهای بهتری از حال داشتین. توی این هفته ملاقات با یک دوست قدیمی که یادآور روزهای خوب گذشته است براتون دیده میشه. دریافت هدیه از طرف کسی که شما رو دوست داره میبینم. زنی یا مادری که دعای خیرش همراهتون هست دیده میشه. عشقتون مثل شما به شما فکر میکنه. سعی در حل اتفاقات خانوادگی داشته باش و با حرفاتون به این اختلاف دامن نزن.
توی روابط احساسیتون با اینکه درگیری‌های فکری و ذهنی زیادی دارین، ولی شخص احساسی بهتون فکر میکنه. اگر قهرید، آشتی دارید. برای حاجت روایی کد 888 رو برامون کامنت بذارین. برای اسفند ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا. به گنج و ثروت بزرگی میرسی به شرط اینکه قناعت داشته باشی. اون وقته که خدا باران نعمت و فراوانی رو روی سرتون میباره. حاجت روایی تا 3 زمان آینده دارین. فقط مواظب باش دل کسی رو نشکنین. توی زندگیتون و یا کار و امور مالی و روابط احساسیتون شخصی براتون مشکل درست کرده تا شما رو درگیر مشکلات کنه تا از مسیر احساسی و عشقتون دور بشین. سنگینی توی زندگیتون انداخته. حسادت شخصی که توی خانواده است برای شما دیده میشه. برای آقایون، خانومی که متولد فصل زمستون و یا بهار هست به شما حس و عشق و دوست داشتن دارم میبینم. یک سفر براتون دیده میشه که احتمالاً سفر به جای گرمسیر هست. این سفر رو در کنار مسافرتی دیگه ممکنه انجام بدین. توی روابط احساسیتون شخص احساسی دوستتون داره و باهاتون تماس میگیره و حس عشق و علاقه بینتون روز به روز بیشتر میشه. یه تماس خوشحال کننده احساسی دارم میبینم. امکان رفتن به یه سفر خوب براتون فراهم میشه. توی فکر انجام کاری هستین که شروعش براتون خوبه. یه کار قانونی تا 5 وعده دیگه به سرانجام میرسه. تا 3 وعده دیگه یه قرارداد کاری رو امضا میکنی. دیدار با دوستان قدیمی برات افتاده و امضای قرارداد مالی و یا کاری که به نفع شماست براتون اتفاق میفته. آقای دوستتون داره و دوست داره یک زندگی و یا رابطه رمانتیک با شما داشته باشه. در انتظار یک رویداد و اتفاق مهم هستین که با وجود ناامیدی از طرف شخصی میان سال حمایت میشین و پیروزی و موفقیت از آن شما میشه. امضای سند طلاق برای کسانی که قصد جدایی دارم میبینم و شروع یک رابطه عالی و معجزه‌وار زندگیتون رو تغییر میده. دلتنگید و بیقرار که به زودی حالتون رو بهتر میکنه. تو روابط احساسیتون دچار غم و اندوه شدین. اگر قهر هستین، آشتی دارین و اگر رفته حتما برمیگرده. برای حاجت روایی کد 740 رو برامون کامنت بذارین.